کشور افغانستان چند دهه می شود که به میدان برخورد قدرت‌های جهانی تبدیل شده است که این برخوردها ثبات اقتصادی را از بین برده است. ولسوالی هممرز درواز، شغنان، اشکاشم و گردنه واخوان که یک زمان قسمتی از راه ابریشم مشهور را تشکیل میداد، اما امروز راههایش ویران گردیده و مردمانش درمانده و بیچاره شدند. آزاده خانم یکی از روستانشینان ولسوالی شغنان است که حالا مادر 3 دختر و 5 پسر می باشد. این خانم 14 سال داشت که ازدواج کرده بود. در سن 15 سالگی صاحب اولین فرزندش گردید. تأمین مصارف زندگیشان بر دوش هر دو زوج بود. آنها با حیوان نگهداری و زراعتکاری زندگیشان را پیش می بردند. اما زمانی که شوهرش مریض و بستری شد، همه مسئولیت‌های خانوادگی بر دوش آزاده خانم گردید. 14 ساله ما ازدواج شد. بعدم اصلا دست 15 دیموز اولاد بود. من 14 ساله بودم که ازدواج کردم و پس از 1 سال صاحب اولین فرزندم شدم. در آن وقت ما نادار بودیم و من نتوانستم تحصیل کنم. از مجبوری با پشم حیوانی سر و کار گرفتم. آن را شستشو می دادم، می ریشیدم و از آن جوراب، دستکش و یا لباس می بافتم. با زحماتم فرزندانم را بزرگ کردم و حالا کوشش تحصیلاتشان را دارم. زود فارغ تویدم شکوشم. سیمنور اشکاشم 4 ماه کار چود. بعد از اینکه این برنامه آغاز به فعالیت نمود، شامل این برنامه گردیدم. 1 سال در قریه باشار کار کردم و بعد از فارغ شدن این کار در ولسوالی اشکاشم آغاز کار نمودم. در اینجا یک گروه زنان را جمع نمودم که مشکلات اقتصادی داشتند تا که مزد به دست آورند و زندگیشان را پیش ببرند. 1 سال به این زنان اصول کار با پشم، طرز ریشیدن آن را آموزاندم. برای پیشرفت سطح زندگی مردم و توسعه اجتماع، بنیاد آقاخان در ولایت بدخشان افغانستان برای آموختن مردم سهم دارد که با تلاش این سازمان مدارس عمومی تعلیمی و مکتب‌های مسلکی تأسیس گردید. این مکاتب توجه خاص برای مسلکی شدن زنان در نظر گرفته است. شبکه اکیدین آقاخان با سرمایه گذاران و شریکانش نزدیک به 750 میلیون دلار برای بازسازی افغانستان بسیج نمود. در برابر بعض کارها در تولید برنامه‌های توسعه بزرگ مقیاسی، روستایی، حفظ الصحه، آموزش، پرورش و جامعه مدنی در تأمین یک سلسله خدماتی مالیه کم برای حفاظت اماکن تاریخی در محلات کابل و هرات در شبکه مخابراتی با رشد سریع در تعمیر هتل 5 ستاره کابل کمک نمود. این جنبه در توسعه شرکت‌های منطقوی MIAD شامل است. MIAD شرکت‌هایی می باشد که به نیازها، امکانات و پیشرفت‌ها در مناطق مخصوص جغرافیایی با فعالیت‌های زیربنایی در آموزش، پرورش، حفظ الصحه، کشاورزی و پیشرفت بخش خصوصی همکاری نموده است. اکیدین امید دارد که به مرور زمان یک شبکه قوی افراد و سازمان‌های توانایی افغان را ترویج دهد تا که بتواند پروسه بومی خود را پیش ببرد. همکاری بین سکتور خصوصی و سکتور جمعیتی
برای رشد سویکوری در بین زنان. از طرف فوند بین‌الخلقی رشد سوی کشاورزی و فوند اوخان بریتانیا کبیر مبلغ‌گذاری کرده می شود. مبلغ عمومی برنامه 2,300,000 دلار در بر میگیرد که از آن 1,300,000 از حساب فوند بین‌الخلقی رشد سوی کشاورزی و 1,000,000 از حساب فوند اوخان بریتانیا کبیر مبلغ‌گذاری کرده می شود. برنامه اساساً در تاجیکستان، در ولایت مختار کستان بدخشان و در ولایت سوخت عملی می شود. اینچنین دیگر در نرین جمهوری قرقیزستان و سلطانشکوشم و شاهنان ولایت جمهوری اسلامی افغانستان. در عموم برنامه 30 گروهی استحصالی رو در بر میگیرد. اساساً این گروه ها با استحصال پشمینه بز مشغول هستند که در جهان همچون تبت کشمیری مشهور است. زندگی بود جیف دام یک ترمیت زورگن چارخین تام شاب رو خیتم جیف سارکن من دوید ده مکالمه. در گذشته با چرخهای چوبی دستی کار میکردیم که به کارگران زیاد نیاز داشت. بعضاً از اثر کار زیاد بسیار خسته می شدیم. برای استحصال پشم کشمیره ما بزها را نگهداری می کنیم. اما مشکل در اینجاست که چراگاه و سبزه کم است. همچنان پشم بز کم می شود. یو دیگر جای پمانسا یو ببعیوی بقوت یو راحت. این برنامه مشترک ریشندگان افغان و تاجیک استحصال کشم پشمیره از طریق صندوق بین المللی کشاورزی IFAD سرمایه گذاری شده است. از طرف برنامه طرفداری انکشافی اجتماعی مناطق کوهستانی تاجیکستان و افغانستان توسط تشکیل نمودن فعالیت‌های کوچک و آشنایی با کار و بازارهای جهانی وصل نموده است. این فعالیت‌ها ارزش تار کشمیره را در بازار جهانی بالا می‌برد و مثل جانور پروران، کشاورزان، ریشندگان، خریداران و اعضای جامعه با این همکاری طرفین نیازات همه آنان را فراهم می‌سازد. We are working with the marginal women groups in Afghanistan. So this is a project called mobilizing public-private partnership. ما با گروه زنان محلی در افغانستان کار میکنیم. همکاری ما در برنامه کوچک زنان پیش می رود. اساساً ما در تهیه پشم کشمیره سهم داریم. در افغانستان 2 گروه سرپرست داریم که در شغنان کار میکنند. این 2 گروه 22 نفر کارگر زن دارد. So basically, before the Kashmir value chains, it looks like the wool from the Kashmir goats. So it looks like starting from the collecting. این کار اصلاً از استحصال، شستشو، تهیه کردن پشم و دوباره تیار نمودن تار از این عبارت است که این تار به امریکا انتقال می‌یابد. Yarn, which they so far exported to different US and Europe countries. طرز جمع آوری و تهیه تار کشمیره به طور ذیل می باشد. همین جانور پروران پشم بز کشمیری را شانه زده جمع می کنند و به فروش می رسانند و گروهی از خریداران این را می خرند و در کارخانه پشم شویی در شهر هرات افغانستان آماده می سازند. پشم تهیه شده به ریشندگان فروخته می شود که آنجا از این پشم شسته شده به تار قیمتی تبدیل می کنند تا برای فروش بازار آماده گردد. یک گروهی دیگر می خرد و به بازار جهانی به فروش می رساند. گروه آدم ها یا خود
زنکای بایی هستند که در اروپا و امریکا زندگی دارند و اونا میخواهند همون رسمانه از جاهای بخرند که در اونجا مردم خیلی زندگی کمبزاد دارند، یعنی شرایط ندارند برای بهتر نمودن زندگی خود و این گروه آدمایی که در غرب زندگی میکنند اونو میخواهند توسط خریدن رسمان از چنین گروه آدمان این چون دیگر برای بهتر نمودن شرایط خود همون آدمان میخواهند اونو مثلا سهم خود رو گذاشتن. دو گروه از ریشندگان که در شغلان افغانستان با کار تار پشمیره مشغولند. از آغاز کار برای اداره نمودن سامانهای برقی آموزش یافته بودند. این تجهیزات برقی در تاجیکستان اختراع گردیده بود و حالا هر یکی از کارگران با دستگاه جداگانه کار می کنند. در هر گروه یک نفر به حیث سرگروه و کارگران نوکار باریکی این کار را می آموزاند. برای هر کارگر یک مقدار معین پشم داده می شود که از آن تار تیار نماید. آزاده خانم من حیث سرگروه با تجربه کارگران را نظارت می کند و اشتباهاتشان را می فهماند. در اینجا کلاوه های تهیه شده جداگانه تمیز می شود. امان که مقدار کلاوه پوره گردد به تاجیکستان فرستاده می شود و از تاجیکستان به امریکا روان خواهد شد. They used to have the traditional techniques, the knowledge, but with the capacity building. این گروه زنان به مدت ضرورت داشتند که دانش و تجربه کسبشان را پیشرفت دهند. پس با همکاری از IFAD این زنان به هدف خود رسیدند. همچنین یک جای معین به اینها ساخته شده. در آنجا دستگاه برقی به این زنان نیز داده شده است. In the working place. فوزیه امیری به حیث رهبر تیم پشم فروشی از طریق رسانه پیس فلیس به فروش می رساند. حتی در امریکا و اروپا همین زنان بافنده کشمیره را از طریق اینترنت می یابند و حتی عکس ریشته تهیه کردن آنان را می بینند و از آنها تشکری می کنند. و خطی هم جیف در یک موتی هم زدینک جیف داد. ارو یک سالتی هم زدینک جیف جین کنه خطی تا عدیت داشت. چرخه های کاردستی که در گذشته داشتیم ناراحت کننده بودند. از گرد و خاک آن بسیاری از زنان به بیماری های گوناگون مبتلا شده بودند. اگر مقایسه با گذشته کنیم کارها بسیار راحت شده است. در حالی که مردم در حالت گرسنگی و فقر قرار داشت، تأسیس گروه‌های کشمیری در مناطق زیر هدف بدخشان و افغانستان از اقدام پرثمر مبارزه علیه فقر ثابت شد. این کار در وقت به وجود آمد که زنان در آن زمان مورد تبعیض قرار داشتند و به فعالیت‌های تولیدی دارایی دسترسی نداشتند. دستاوردهای کلیدی تطبیقی این اقدام به طور ذیل است. فهم و احترام به زنان هم در خانواده هم در اجتماع در مورد ظرفیت آنها در کسب درآمد توسط استحصال، تهیه و بازاریابی یک سلسله محصولان کشمیری افزود. سطح سرمایه گذاری در تعلیم فرزندانشان افزوده شد و دسترسی آنها به منفعت‌های حفظ الصحه همچنان پیشرفت نمود. توانایی صادرات کشاورزی از مناطق دوردست افغانستان به بازارهای بین المللی مانند امریکا صادر می شود. دسترسی به وسیله‌های ارتباطی و شبکه‌های جهانی، راه انداختن یک تورنمنت مربوط به آگاهی کشمیره.
روابط گروه‌های کشمیری با شرکت‌های کشمیره در هرات که با تهیه پشم سر و کار دارند برقرار شده و به طور ثمره‌ناک کار می‌کنند. در سال 2016 33 کیلوگرم نخ بلندصفت صادر شد که در برابرش 4767 دلار آمریکایی به این دو گروه مفاد رسیده است. بنیاد آقاخان در افغانستان برنامه جانبداری انکشافی اجتماعی مناطق کوهستانی MSDSP با انجام نمودن صندوق بین‌المللی کشاورزی به گروه‌های تأسیس شده در گسترش فعالیت‌هایشان کمک خواهند نمود. همچنین گروه‌های پشم کشمیره فعالیت رسانی در اینترنت دارد. تجربه نشان داده است زنانی که با پشم کشمیره سر و کار دارند برایشان مفید تمام شده است و راضی هستند. مخصوصاً در مناطق کوهستانی این برنامه یک راهبرد بسیار اثرگذار برای مردمان روستایی که از بسیاری امکانات محرومند مفید تمام شده است. بهره برداران، مردم محلی و مسئولان برای چنان اقدام کمک بنیادی آقاخان سپاس و امتنان قائلند و همیشه آماده اند برای کمک در چنین کار خیر اشتراک کنند.